سلام به همه هوش و هوشایی‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه، اوکی باشید. و اینکه امروز 4 تیر ماه، من و سهیلا خونه رو به مقصد خونه مامان ترک کردیم، بریم مامان رو بگیریم که بریم سمت زیارت. اینجوری که 10 دقیقه پیش متوجه شدم، دیدم که اسم هوشا تغییر کرده به تولد عمه ملی مبارک. پس تولد عمه ملیه و امیدوارم که بتونیم یه خاطره خوبی امروز بسازیم، کنار همدیگه باشیم. و این ویدیو رو میذارم که اونایی که کنارمون نیستن حالشو ببرن. اینجا جایی که من هر روز صبح میام قهوه‌مو میخورم. بربون بهم بده 80. آره اینجا من هر روز صبح میام قهوه‌مو میخورم. اینم فرشته خانومه که صبح زحمت قهوه ما رو هر روز میکشه. آره راحت باش. خب الان رسیدیم خونه ماما مریم لوبیا پلو درست کرده، داره بسته بندیش میکنه که بذاریم تو ماشین. فعلا حوصله نداره سلام علیک کنه، بعدا حالا سلام علیک میکنه. تو مسیری بودیم که عمه ملی گفتش که نون میخواد، نون ندارن. وایسادیم اینجا دیدیم که نون سنگک داره. سهیلا زحمت کشیده رفته بگیره بیاره. اینم نون سنگک داغ برای عمه ملی دیگه، چیکار بین ما و صدا شنیه قرار بیا که عاشق تو مده پشیمون بچه صبح متوجه شدم که تولد عمه ملیه. بعد الان تو پیشنهاد خاصی داری که اول بهش تبریک بگیم یا بذاریم بعد نهار بهش تبریک بگیم؟ نه اول. یعنی اول یادت رفته بود زود بگی، باید دیشب میگفتی. آها من دیشب خواب بودم. گفتی حالا بعد یعنی الان تا رفتیم تو یورش ببریم سمتش. بله. آره دیگه موقع سلام علیک بگیم، بغلش کنیم و آها دیگه خنک میشه. راست میگی. چستماق نشد دستم. نه چستماقی نیست. نه اینش خوبه. حسن بسیار خوبی داره. چستماق چون نیست. تیر ماهیه. چون تیر ماهیه. آفرین. آره سهیلان تیر ماهیه. برعکس که همه چی. برعکس. جهت یادآوری بود خداییش، اصلا فکر چیز نکنیم. بعد اینکه پس مامان در رو که باز کردیم تو به سمتش حمله کن. خب به سمتش یورش ببر. من تو دفاع میکنم. صلح صلح یعنی امروز فقط حرفای خوب بزنی پیشش که هستی. غیبت هم نکن. غیبت که من نمیتونم قول بدم، ولی خفه تو کاسه غیبت من نه غیبت تو من اینجوری شناختی؟ نه بریم ببینیم چی میشه دیگه. پس تو سمتش سریع، پس اول تبریک بگیم بهش. اول تبریک باشه ان شاء الله خوش میگذره. باشه بریم ببینیم چی میشه. دارم فیلم میگیرم. خودش میگیره. هیچ
قسمت آخر مسیر سربالای معروف. مامانم همیشه میگه اینجا رو بذار من پیاده شم. با 60 کیلو وزن نمیدونم چه کمکی میخواد به مسیر ما بکنه. تو میاد ماشین؟ سلام. سلام آقا نیما، تبریک میگم تولد عمه ملی رو بهت. امیدوارم که تو این سال جدید همه چی خوب پیش بره اونجوری که مد نظرت بوده. مامان نیما پسر خالم. بله رفتیم براتون نور خریدیم. دوباره برگشتیم آقا. دست شما درد اینم عمو سی تولد همسرشه، اومده بیرون خودشو آماده کنه برای تولد. او یورش ببریم. از این دو روز تعطیله. مامان تبریک بگو اول. سلام. آها تبریک تبریک. قراره داره فیلم میگیره. تولدت تولدت مبارک ملی جون. ایران بودن تیمایی میدونم. انشالله سالی قربونت برم من. خدا خوب داشته باشی. این عزیزای خواهر من بیشترشون تیرماهی هستن، مردادماهی هستن، آبادماهی هستن. آره مثل کیا؟ دیگه نمیدونم یک دانش هم تو نمیتونستی بگی. با فکر میکرد بعد گفتی نه روز جشن شما تیر ماه مگه نبوده؟ جشن پریاینا تیر ماه بوده. جشنای ما تیر ماه بوده و به خاطر همین من خیلی خوشحالم. آره جشنا راست میگه. عالی شد. حالا بذار من لباس عوض کنم. مامان تو آماده ای دیگه؟ من موزیک رو پلی کردم، میخوام بپری وسط فرش قرمز شروع کنی برقصیدن. یعنی چی؟ الان خودتو گرم نکن، صبر کن وقتی گفتم. تا داخل بخوان یکم جابجا بشن گفتم بیام بیرون یه نمایی از بیرون بگیرم برای صابخونه واسه اونایی که تو زیارت خیلی خاطره دارن، فضا رو ببینن. شیشه ماشین منم اون باید پایین بوده، بازش کنم بعد بریم سر وقت دور حیات. خب این گردوه، درخت گردو به این بزرگی شده. حالا نمیدونم میشه استفاده کرد یا نه، ولی خب دست رو سیاه میکنه که بعدا بهش میپردازیم. فن ماشین سربالایی رو اومده بالا و این قسمت هوا نگم دیگه به شدت مساعد. به جای همگی خالی، همگی ها، مخصوصا این برکه میری گلفام و دانیال و بچه ها، با امید اینکه به زودی یه بار دیگه اینجا سر و صدای همه بپیچ و کلی اینجا با هم دیگه کیف کنیم. عاشورای حسینی هم هستش ولی هنوز صدای مسجد از اون پایین نمیاد. درخت این برم به شدت بزرگ شده، هیچ وقت انقدی ندیده بودمش، طوری که سایه انداخته این بر. خب دیگه بریم داخل چه خبره.
همه چی اوکیه. خانم برنج داری؟ خانم برنج داری تمام به چیز گفتم که از سیستم سماور است. بله. الان اگر این الان چای میخوری یا هندونه؟ برو بابا تا یخ کردی هندانه بخوری. من دارم دکان ژاکت بردم. سرد مامان؟ هوا سرده؟ اینو بذار توی اینجا. خب اینا تراس معروفمون. رمضانه؟ رمضان! نه رمضان نیست. زوم کن بیا بالا. داری میگیری؟ بله دارم از سهیل جون خواهش کردم که از کفش دمپایی من آقا نیما بگیره. احساس میکنم خیلی جالبه. بیا بالا. آقا نیما هستن پسر خالم، تولد مامانشون، خیلی خوشحاله. خیلی اینجا دیدم شرشره داشت میزد، بادکنک هم سفارش داده، هنوز ماشین نیورده و همین دیگه. مرسی. اما ملی چی ریختی اون تو؟ برنج؟ کدوم؟ برنجا رو ریختی اون تو؟ داره پیازا درست می‌کنه. اینجا دیگه تمیز می‌کردیم ما داشتیم می‌آمدیم. نه. من تمیز کردم. خیلی خاک نون ریخته. دیدم خاک نون. نه ولی چیزه نسیم آمده، نسیم باید کار میکنه تو خونه، یعنی از دور. نسیم تو خونه از دور کار میکنه. از همه جا قشنگ فیلم بگی خونه تمیزه، واسه بازدید چشم. جای صابخونه خالی ان شاءالله. قربان هندونه نخوریم؟ ماما هندونه نخوریم؟ یه جای خونه دیگه هم هست اینجا. عالی. حالا ملی ماما میگه چای نمیخواد، هندونه میخواد. نه گم ببینم اون که کلوس فرنگ میخوای بعد میدن شربت میدن. پا من برمیرفتن شربت میخوردن. امشب بوده ولی شام غریبان امشب. یعنی الان تکیه دست حاج نعمت ناظری. آره خوب اداره میکنه مامان. حاجیش نعمت؟ نمیدونم میشه دیگه. مامان تو در جریان نیستید؟ برنامه مدیریتی چجوریه؟ نه بابا بیچاره از جلال انقدر افت هایی به جلال میگفت چرا جلال نمیدونم همچین پرچی. آره به چی اعتراض داشتن؟ خب بعد از آقا جان رسید به اونا دیگه، مثلا به جلال بعد با دیگه بزرگتر از همه نعمته. الان به من نیما کی میرسه؟ تو مگه فامیلی تو باید ناظری باشه. یعنی الان عرفان باید بلند شه بیاد اینجا اداره کنه؟ بعد از یعنی به عرفان خب جلال که داوری بوده ناظری نبوده. اونا فامیلیشون عوض کردن. یعنی الان من برم میکنم ناظری به من برسه؟ باید نفع پسری باشه. یعنی الان فقط عرفان باید بیاد. چی بهشون میرسه مگه؟ عرفان دیگه الان فقط ما ناظری فقط عرفانه داریم. عرفان هم که بچه دار نمیخواد بشه تو چه میدونی؟ نه به تو چیزی گفتن؟ اگه بخواست بیارت حالا می آورد دیگه 4 سال. پسر نعمت. اوه حبیب ناظری مغازه‌شو نمیتونه اداره کنه. تکیه رو بخواد صعب و ناظری بو ول کن. فراز می‌خواست دست بگیره که خب چی گفتی فراز جان؟ میگم که یکم از خودت بگو، روز تولدت بگو، از چند ساله شدی، چه احساسی داری، دخترات نیستن، دامادات نیستن. گذاشتم در هوشا چه خاطره‌ای بوده؟ سال 54 من چه ساعتی؟ درست روز تولدم همزمان شده بود با فارغ التحصیلی من، یعنی آخرین امتحان دانشگاهم در 4 تیر 1354 بود. درست روز تولدم آخرین امتحان دانشگاه بود. بعد طبق معمول که نگیر و دوستاش اینا قرار بود که بیان خونه ما در فخر رازی تولدان دوستای نگیر همیشه می اومدن. اون موقع دایت ازدواج کرده بود؟ نه کیک هم گرفته بودیم و بعد دایت ها هی منتظر این بود که من کیک رو کی میخوام بیارم که کیک بخوره دیگه. هی منتظر دائم سوال میکرد تولد از چه ساعتی شروع میشه. این آخرین خاطره من در روز تولدم در سال 1354 روز عطا شاد و یادش گرامی و بچه هاش
مریم جان بگو. خود جمله تمام کنی خود. و بچه هاش سالم و تندرست. سلامت و تندرست باشن و تندرست و موفق و معید باشن. جاشون مخصوصا امروز در چنین روزی در زیارت خیلی خیلی خالیه. مرسی بچه‌ها. رسا اینجا بود چایی میخورد. رسا اینجا بود یه خورده از این گرفتم. از محبته بگیر. محبته رو گرفتم. بسیار عالی. بسیار عالی از اون مه از حیات خیلی عالی. اصناعشرش زخمه. بله. به به به. آقا نیما چرا پیش ما نیستی؟ قربونت برم. اینجوری که لطفی نداره شما سر سفره پیش ما نباشی. خب بیا بچسبون اینجا دیگه. مامان صبح چی درست کردی؟ من بیا بیا یعنی چی؟ عکس می‌خوای بگیری عکس نه بگیر. فیلم دارم میگیرم. لوبیا پلو. خاله ملی در عوض. لوبیا پلو اونم لوبیا پلو درست کرد. در عوض اونم لوبیا. خب هماهنگ بودیم با هم دیگه یعنی؟ نه اصلا تصادفی شد. تصادفی. چون آخه الان این فصل لوبیا پلوه. الان چه لوبیا خب چه ربطی به تابستان داره لوبیا پلو؟ آها لوبیا در اومده الان فهمیدم. این البته مقاله هم چند وقت پیش بود. یه مقداری مرغ هم پختیم. گردو هم در اومده. شو صندلیتو ببر اون مرتبه نیمه اینجا جمع میشه. وای پردین گلف. صدایی داره حالا یه صدای تدیگ شنیدین؟ وای مرگ بر آمریکا. وای همونی که پرواز دوست داره. مسلمان نیست. من افتخار میکنم مسلمان نیستم. افتخار میکنم. اما ایسی یا الله. یا کسی انسولین رو نزدی. وای وای انسولین رو قبل از غذا بزنی. یادش میره. اوه برام صدا داد فراز. ببینم. برو سوخته مالی سوخته. یکی سوخته. راست میگی یک کمی سوخته. راست میگی سوخته. نگیری آبرو منو نبر. سوزاندی یک کمی سوزاندی یک کمی سوزاندی. این حد و مرزا رو مثل که نمیدنیم. نه بیا این براش چیز نکن. اون خطاش هم چیز میشه. بیا. خوب سوزاندی. سوزاندی. آفرین. اینو طرز تهیه‌ش رو ببین بگو چجوری سوزاندی. نه چجوری سوزاندی؟ برای که هول بودم. مامان آریو چه غذایی دوست نداره؟ براش اینجا نمیاد. لوبیا پلو دوست نداره آرزو. آفرین اینو خوبه. باقلی پلو چی؟ باقلی پلو هم دوست نداره. بگو نه. به خدا. چی دوست داره؟ دیشب بهش گفتم چی داریم می‌خوری گفت کباب دارم می‌خورم. این چیه؟ سیر ترشی. واقعا؟ آره. این دستپخت مامان سویلاه. سویلاه. برا جون میکنن سیرا رو؟ آره. نه خود سیره اینقدر رشد نکرده نه؟ نه فلج بوده. نه جدا بگم. کنده همه رو آها. همه پوست کنده آماده است دیگه دستت کثیف نشه. آره. بعد اون وقت میریزه تو سرکه. خانواده به فکر اینجوری هست. آره. ولی واقعا میخوای بمونی تو اینجا؟ دوست نداری اینجا رو؟ برو اون بر خونه عطا بخواب. شب دوست ندارم. من خونه خودم نمیخوابم. به خونه عطا بخوابم؟ میگیری شفتی؟ خب من کلوناسپا. هیچ کس مثل من بدخواب نیست. هیچ کس. کلوناسپا من دیشب کلوناسپا. اصلا من کلوناسپا نمیخورم. چی میخوری بس؟ اشتباه درونه. من اصلا نمیخورم کلوناسپا. من چی بگیرم واسه؟ کلوناسپا بخورم 2 روز گیجم. حالا تعهد دارم بعد از ظهرش اصلا به والله اصلا من نمیسازه. پس الان چجوری شب میخوای اینجا بمونی؟ خب آمپرازول بخور. اصلا چی کاری نمیخوام. نمیخوام. من اصلا از کم خوابی ناراحت نیستم. شب جاتا رفت می‌خوره. 11 میرم تو رخت خواب 12 خوابم میبره 4 صبح بیدارم. من باور کن 4 ساعت در شب اون روز 4 صبح اصلا هم از کم خوابی ناراحت نیستم. ولی شاید خانه خودم نبود مثلا هنگی بگی که دیگه بود منی که خونه خودم تنها بودم میشم برقار روشم میکنم میگم اصلا انگار نه انگار اذان رو پخش میکنی؟ خوبه. بگیره یه بار اومدیم قلیمون بکشیم سری نیاوردن. با لوستر داریم درست میکنیم واسش ببینیم میشه یا نه. جعب ابزارم که نقش سوزن خاله ملی همراهش بود شد. الان اینو باید چی میگیریم؟ میگیره کار خوبی میکنه 4-5 نفر از تقریبا حدود 1 ساعتی میشه درگیر قلیون
کار رو باید تمیز در بیاری. آفرین. مثل انبیا. انبیا. مامان زشت تولد خاله ملی حرف قشنگ بزن. نه اون مرتیکل برش کن. انبیا. تکرار میکنه. مریم جون بیا ببین چی درست کرد فراز. خب حالا من تا الان فکر می‌کردم فراز کار فنی چیز نداره. نه این اگه بکنیم خلاقیت نداره. این فقط یک مشکل داره در گوشت بگم. آره میزان سایزه. آره فقط نه اینو جدی بگم ها همه چی بلده. خلاقیتت خوب بود. دستش کار میکنه. میگم دیگه. میگه خودش میگه من مدیرم. منظورش که دستور بده. پنس نیما پنس بده. احساس اون شده قلقلی. نه عبدالله بخواه اینجا فراز تو را دیدی یارو خب این قلیون نتیجه داد مثل اینکه. آره واقعا پاتون مواظب باشین اینجا زغاله خیلی خوب. دماش هم رد میده فکر نگیر. نگیرم مامان بیا مامان. بیا. دیدی. مست نمیکنه ولی مامان بو نفس تو ببین اما مامان نفس بیا دیگه. بیا نوبت توه. بعد ولی چی بوی داره؟ نفس چی؟ بعد شروع کن به کشیدن اندازه خودم بلده. به حرف نیما گوش نمیدی. فراز فیلم بگیر ازش بفرست برو. جورج بوش. بیا مریم نوبت. نه برو من بیا مامان واسه تو درست. من این چیزا واسه تو درست کردم. این آتیش حیوان حیف شده افتاده پایین. چیز نگیرم این سیاه. حالا از رضا بپرس اونا مال چی بوده؟ اینه به خاطر اینکه شیکوندی میشه این برای سیاست ولی سانزای بعد خودش انجام میده. مادرش کارگر خونه ورزش باستانی. مادرش مریم نصرت. ولی دخترش الان دانشجو پزشکه. خودش هم 40 سالشه. دخترش سال آخر پزشکه. چون رفتی رو زغال. خودش خانومه. من اول گفتم اشکال نداره. رفتی رو زغال اشکال نداره. اشکال نداره روشنایی زغال. متولد 61 از فراز 1 سال کوچیک‌تره. پس 44 سالشه. دخترش ها 44 سالشه. بله. نه اشتباه کردم. متولد 61. آه شما اطلاعات غلط به ما نه میدید. 61 دیگه همیشه فکر کنم بزرگ 40 سال. خوشگل جای شازده خالی. بازی میکنه باشون سویلا جون یه خانمایی میان که مثلا میگه این دخترمه من فکر کنم مثلا اینا خود خواهر بودن درصد اینقدر جوونن واقعا. یعنی مثلا نسیم مهین میگه که مادر دختره نسیم راست میگه مادر دختر ندا سن دونگو نسیمه. بوش بلند شد تو نظارت کردین؟ ببین این چیزو شاخه‌ای که الان افتاده رو ماشین تو باید یه جایی وصل بشه. این یه شاخه پر گردو ولی آویزان شده. یادتون پروژه بعدی اینه که این شاخه که رو ماشین منه بره بالا. اگه بتونیم بکنیم عالیه اینو ببر از اینجا اینو بگیر اینو با چلو ببر چی کار میخوام میکنه؟ به کجای این شاخه اون همون شاخه اونجا که اینجوری شده باش کتوی شاخه اونجا همونجا ببخشید چجوری این از این رها کنم اونجا برو تو من بهت میگم برو تو این میرسه برو منم میدونم میرسه این کوه قافم باشه بهش میرسه برای اینکه چجوری بخوام جدا کنیم به کجا گیر بدی برای همین گره زدن دیگه تو برو تو برو حالا یه چی میشه دیگه. فقط اینه قشنگ اول هول بده بره بالا
قول بده اینجوری نکنه نه فول بده بره بالا اون به کجام بده خلاقیت بعدی. برو بالا نه سه تا که اونجا نمیتونی بلش کنی برو چیکار کنم اینو ببرم ببریم اونجا از اون بریم بیا از اون من چجوری به شیرالی قصابم مگه من دستم برسه به اون بالا بیا سریعتر سرعتت گمه. بیا برو نمیشه. من پیشنهاده میگی به دردت بده من یکی دیگه میخوره چه میکنه این فراز امروز؟ این شاخه ها قرار جمع بشه. گردو هم داره مثل اینکه اصلا. نه یه کار دیگه میکنیم با چوب نه با سنگ میبندیم سرش پرت میکنیم از اون میاد پایین دیگه. بده من فهمیدم چیکار کنم. از پاشو بگیر که نه آقا جای میزون تمام گردار میندازی نه بابا این چجوری بخوان جا بنوزی الان من یه زمانی کارم توی نوار غزه پرت کردن سنگ بود به سیهونیستا تو بلندی های جولان. جولان آقا خب کجا بندازم؟ بکن بذار این دو شاخه اینجا نیست آره بزون بسط که از اون بیاد پایین نیافتی فراز؟ فراز خوشحالی بده آره چلک بدیم چلک. برو از اون پایین دوباره نخ. میخواد نخ ببنده. عالی آفرین. حالا اونو با اون چوب چنگکیه بگیر فراز. با اون چند تکی بیاد این تو انباری نیستی؟ حق کارایی نکرده. داره این شاخه رو ببندم میگه جمع بشه. رو ماشین افتاده. نگاه اینه همونو داره میبندن دیگه. گردوها برم. آفرین. سویلا از این بله. شاخه فیلم بگیر نگاه کن به خاله مینو نشون بگیر. آها گردوشو نیافتی مدی چون میافتی. گرفتم. بیشتر از اونم داره. آره اون بالا هم داشت. مثلا رو همین شاخه داره دیگه. پره نه. ولی اینجا عشق مینو بوده عشق. دیگه نیست. انشالله که مینو بیاد میدونی چیکار باید بکنه 6 ماه بیشتر بیاد ایران آره به خدا دیگه مینو عشقشه اینجا همینجا درستش میکنه اینا چیزی نیست هزار تا کار خرابتر از اینو درست کردن این آجور چیزی نیستش که منظورشون این است. رو رفته ولکن بکش سویلو داری میگیری؟ بله برای اینکه هر وقت بادبان ها را بکشید. الان پاره میشه. پاره میشه. نه پاره نمیشه آفرین آره. دستش بری کمش در میاد خب حالا باید اینو گیر بده دیگه به اینا ببند به اون شاخه اون وریش هم ببند. خب کاش که قبلش هم فیلم میگرفتی گرفتیم از همون مسیر اولی دارم میگیرم. چی بیارم؟ آفرین فراز فراز چه کردی امروز؟ کردی نه این تناب چه خوب بود نخ شیرینیه دیگه مال کندو شیرینی کندو 1 کیلویی که جعبه می‌کردیم. نه که آشوراست. نه که اون نه نازک‌تر از این چی آوردی؟ این روشن میشه نه نمیشه روشن میشه زدی برم کبریت بیارم داری اینو بگیری بیاریم دیگه من اینجا باید وایسم اینو بگیر اینو اینو خواهد گره بزنه آره دیگه. بعد از گره بعد نسترن
دو تا چیز سرگم داشته باشی زیر رو بذاری پاره میشه. تمام شد. حالا کی این به پوسه این پاره بشه معلوم نیست ولی فعلا این هست. ایشالله تا زفت این نه نه بابا پوشداری نیست که چون آفتاب نمیکنه نمیپوسه. اوکی که چی برم؟ هیچی تو که رفتیم که چامو بیاورد. من فکر کردم با الان تو این باد روشن نمیشه چقدر اینجا چالش داری واقعا تو که رفتی تو چامو بیاورد. فندک نمیخواد بده دیگه باد میزنه خیلی اما خوب اینو نگه دار. کار را کردن که تمام کرد کدوم؟ آلت آنتی جنگلی هست ای شیرین میگه که من کاری رو خودم هیچ مزه نمیده تمام شد. تابستون این درخت هر دفعه برمیگردی یه چیزی داره اصلا مزه نداره سویلار نه ملوش شیرین نه ملوش مشکلاتشون رو به من نمیگن اینا. این مثلا علوه مثلا اینا رو شور میریزن مریم اینا رو شور میریزن نه ولی ما پارسال این آلو رو نداشتیم نه اینو من امسال شبانه کاشتم. این سال در اومده این آلو جنگلیه دیگه درختش تیغ هم داره نه؟ به به اینا عالیه با سرخه رو. آره یعنی اگه یه یوبوست خاصی دارین اینا عالیه. اسی نشکن بذار دفعه لیورپول مونده اینم بدم بره بالا. لیورپول مونده اضافه میکنه نه این هفته دیگه میرسه نکنین لطفا ساعت چند؟ لطفا هفته دیگه نکنین هفته دیگه ساعت چند؟ سبزشو خورد دوستان واسه رخه رو بیاین اینور. چی شده؟ داغ بود؟ ترش بود بقیه شده مزه نداشته یکی هیچ مزه نداره نفس بکش. نفس بکش. فراز این ایرم یکم بکشیم این وتر نمیشه؟ با چی بکشم؟ نه اونجا نخ باستین کجا؟ نه بازم باید بره عقب‌تر به نظر من این مردی نکنه اینا رو بگیره بزنه نه خدا شد که نخلی نکن دیگه خوبه. نخلی نکنید. نه خیسی بالای من داریم میبینمش اینا مامان داغ بود؟ توش زخمید نیما دست درد نکنه فندک ها عالی شد. مامان خوب بود یا نه؟ مزه نداره واقعی؟ آره بعد همینجور سبزه بخور اصلا مزه نداشت ببینم معلوم نبود آلوه من نمیدونستم این چی هست اصلا شبیه زیریشک بود. آره نه درش مزه بود زیریش چیه فراز؟ مامانم میگه. درش مامان بیکینگ پودر آوردی؟ بگم شما کلت بمونی شما اعلام کنین به من کی تیتو شروع کن دیگه کی چیز کنیم بگم که فراز تو کی میخوای بری گرگان من دیگه مثلا ساچم کی برم؟ یک ساعت دو ساعت دیگه خواب دیگه کی بیار دیگه پس نه کی دیگه به من نگفتی زمانشو الان بگه بیار 5 و 34 دقیقه. نه دیگه خوب الان دیگه چای بزنیم مون لوس مجلسی نیاوردیم میشه لب بزنیم کافی از هر چیزی داره تو اینا که شم نیست. این چرا؟ واسه قلیونه. قلیونه خواه این واسه 9 شم دیگه چه کار داری؟ این شم دیگه خوبه یه آره دونه شم. آره شمه دیگه چی دارم؟ یه گل نداریم گل بزنم ببینم گل داریم پیدا میکنم یک چی گل بذار رو میز مهمه تو ویدیو میبینن. کن آره ناراحت میشن. حتی یک چند تا شاخه باشه یه چیزی بذاری وسطش آره گردو بیارم از بیرون. دیروز اونقدر گلستان خواهی آره الان من اتفاقا اینجا شب توفان شد اینجا اول پرتاب برنامه‌مون به هم ریخت. گل مصنوعی نداریم اونور؟ پاتیک بزنیم ها ما ماتیک بزن منتظرم اونوریا. از اوه هر کاش در کوکاکولا بود. این 7 آبه.
بزرگ خیلی. نه اون که تو کیک نمیره که. مامان اینو می‌خواستی بذاری تو کیک؟ نه بابا می‌خواستم اینجا شمع چیز روشن کنم تو کیک چیه؟ سال تحویل مگه؟ شو من اول این فکر کردم شمع اینه. این اینو فکر کردی شمعه؟ اینا هم شمع دیگه اینا هم شمع. آره. میخوای هیزم روشن کنی؟ خب در روشن کنیم دیگه دو تا اینا رو این کجیتوله. اسفند نیاوردی؟ اون شما روشن میشه دیگه. همه اونا روشن نه الان هر چی داریم میری رو میز میذاری. آره دیگه. چرا؟ تولد بگیریم. باشه. این چیه؟ بیکینگ پودر نداشتین؟ مامان این چیه آوردی؟ چیه؟ کجه. چی؟ حالا اینا رو بده رو. کاکائو ندارین پودر کاکائو؟ مامان چی من نمیدونم این چرا برای تولدش اسی بده من اینا رو بریزم. بشین ویل کن مامان. اونا انگور ریخت با این دانا. نه اینجا روشیش. اون نمک فلفل آوردی؟ کنار هلو عالیه. این عالی شد. خب این اصلا بردار. ماما اون کجه اون این انگور بردار کجه. اصلا. کجه. این بردار. چیزش ریخته. باید بخوری. نیما اون دستکش ها رو بیار. شما من فکر کردم گله. دستکش ظرفشویی ها رو بیار قرمز خوشگل میشه. جای همه خالی مامان. جای کیا؟ تو بگو. از بزرگ شروع کنیم. بگو. از نیر جون. خب از بزرگ بعد نعمت میشه. چرت پرت نگو اگه میخوای من حرف بزنم درست بذار. خب. همه حواسه من پرت میکنه. خب نیر جون. خب بعد نیر جون. مینو. بعد چی میاد بعد؟ سوری جون. آقا رضا. سوری جون. اه، چه؟ نه نمیخوام. تو مینو رو گفتی سوری رو نگفتی؟ سب کن. اول خانواده اینجا رو باید بگم. آها. اول خانواده خودشون رو بگم. آها. دوباره. اینجوری. از اول. خب بذار من یک ببینم کی هست الان. بگو خب. نه اینایی که علی اینجا هستن اول. حالا به هر چی دوست داری. نیر جون. تو عمویسی داره ناخودشو مینو. میخوره بگو. دیگه گلفام. دانیال. دو تا بچه ها گلاره. دانیال گفتم آره. سه تا بچه ها کیا؟ آره گفتم. عرفانم گفتم. خب حالا بریم از منطقه آمریکا بریم چیز زلاند نو. نه از پریا. خب آقا اردلان. خب و عرفانو گفتم اول گفتم 3 بار گفتی عرفان. علی خود ما پسرم. علی مال این ور نیست. بچه های علی پرورشگاهی مهم. بچه سر رایی ها رو نه. همه را دیگه فاک کنی. همه بکن. بگو دیگه ادامه بگو. خب بگو علی دوباره فکر کنه ادامه رو بگو. خب علی دیگه علی آریو رجا رها کارون دیگه بگم که چیز پاشا دیگه بگم که پریا شهریار دیگه اولان تکراری داره هم باید نه بگی. دیگه کی پوریا رو نگفتی. وای خود پسرم. پسرش بچه ها رو پوریا دوری مرتضی بهنام پدرام به چاچیان اونا ندا ها خانواده خاله مهین. سهن نگفتم نه سهن خب نسیم آزیا مهین به ببین چی آورده. باریکلا چرا به ما نمیگی باریکلا خب آورده دیگه که همه رو بشینیم. بیا چیکار کنیم اینم کادوشه. قرارشون چرا تمام نمیشه. من نمیدونم اون ناخدا چرا تمام نمیشه. بلکه نه اندازه تسبه دیدی اینجوری بندازه دونه میخوری. با چیکار کنم؟ چه کنه بده به من. قاشق بیار. بگو خب برای خودت بخور. بیا نه من برای خودت اینو. برای خودت میگه.
من نمیخورم. آقا تو دستمالی که کردی خودت بخور، من نمیخورم. دیگه نمیخوره. من ربطی نداره که. خب پس همه رو گفتیم. گفتی کسی دیگه. از قلم نیفتاد. طاهر خواجه نژاد رو نگفتی فقط ببخشید. با علی اکبر مدیر روستا. آقازیان نگو. آغازی رو گفت. گفته بودی. ببین و بو که شوهرم فلان. بگو شوهرم بده. 2 روزه هی پنهانش کردیم که نبینی. هواپزه. برای خودتون خریدی. برای خودت. خودش خریدم. مرسی. ای بگو نیما بده، ای بگو اسی بده. نه هواپز. هواپز اون صحنه ازش بگیری. برقص با اخبار. یه موزیک هم بذار دیگه. از کجا بیارم؟ دیدی هواپز، هی دیدی؟ هواپز که هی گفتی اسی انسولینتو نزدی. جبران کرد. دیدی؟ سهیلا جا پاشو. پاشو. یه موزیک بذار. داری نرمش میکنی. نه هر سال ادای دین کردن اینا. کیا؟ همینم نیما و باباش هر سال واسه ملی ادای دین میکنن. چک لیست داری یه جا؟ بله. چه همسرم کجاست؟ رفت یه چیزی بگو. بس دیگه فراز. بدون آهنگ وقتی که برقصی. آمد. دست دیدی چی واسش برای گرفت؟ خودت خریدی ولی خب بالاخره حتما بوسی عکس دیگه زیاد نگیر. مناسبتی بهش پیدا از می‌کردی. طرف رهان نیما بذار اگه یه روز بری سفر. اه به. اه به. خیلی هم عالیه دستشون درد نکنه. امیدوارم که کاربریش هم بلد باشن. خب سهیلا جون بیا. سهیلا جون الان نیما داریوش میذاره. چه میدونم چیز دیگه ای نیومد. آهنگ داره. به به دستشون رو درد نکنید. یا سما هست مالی. چه قرمه سبزیایی درست کنی. عالی میشه قرمه سبزی توش. بالاخره یه آهنگی یه چیزی یاشون واقعا خالی و سبز دست فرازم درد نکنه که درخت و برد سر آهنگی ها رو جاش. انجام میده. پیش مایه شادمانی پیوند صلح تو طرف. مریم بایدو برو. سهیلا جون باشا برو یه کوچولو باش. نیما بیا مثلا فکر کنه زیاد اسی بیا قشنگ. ها 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 ها. یه من بگیرم خودت بیا. چقدر ما زیادی. آقا اسم چرا نمیرم؟ شاه نداره یه دختر دارم شاه نداره صورتی داره ما نداره از خوشگلی تا نداره به کس کسونش نمیدم به همه کسونش نمیدم به راه دورش نمیدم به همه دورش نمیدم به کس میدم که کس باشه عبای تنش اطلس باشه شام میاد با لشکرش شاهزاده ها دور برش به سر کوچیکترش آیا بدم نده شبیه خط رستورانی داره میشه. شبیه خط رستورانی داره میشه. آیا بدم. آیا ندم. یا بدم. به دختر دلم شاه نداره صورتی داره ماه نداره الان هیچی دیگه یادت نبود بخوانی؟ نه مرسی به 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 مرسی به به. اینجا عکس
بگیریم یک عکس میخوام یادگاری شمتون پوست کنیم شما پوست میکنیم میگیم خیلی همه چی با برنامه ریزی داره پیش میره. به به عالی شد عالی شد یه دختر دارم شاه نداره از خوشگلی تاه نداره از خوشگلی تاه نداره به کس کسونش نمیدم به همه کسونش نمیدم به راه دورش نمیدم به به ختن سرانی عالی بود یه خواهر دارم شم آب شد به به کی فکرش دیوونه همه چی داره با برنامه ریزی خوبی پیش دیگه نیما در بیاد نه دیگه از رو کارتونش معلوم بیا تو بسط بشین اسی بیا بزنه تو اسی عکس بگیری اسی برو عکس بگیری تا نداره یکی از کسونش نمیدم نمیدم یه پسر رنجا نداره دو سه باریکلا عالی شد همه عزیزان ما باشن سال دیگه همه. خدا به گوشت باز کنه چی میگم سال دیگه همه عزیزان ما باید باشن خدا یه عکس دست جمعی هم بگیریم بگم رمضان بیاد عکس بگیره کیک واسه همین چند روزیه درست کردی؟ دیروز درست کردم دیروز صبح زود پا اونا چیه شدم روش سفیدا؟ اونا خامه است اونا رو همون دیروز ریختین روش؟ نه خیلی نه. امروز اونا رو ریختم. امروز ریختین خامه ای که واسه صبحانه می‌خواستی بخوری نخوردی نه؟ بله تو خامه یه واقعا خوشگل صبحونم خاصی خوردیم آها یه خوشگل خاصی دیدم آخه عالی شد مامان نظر راجع به خواهر ملی چیه؟ نظرم من توی ویسی که گذاشته بودم برای تولدشون اون لطفا بخونین بذارین خیلی خب حالا من الان اینجا دسترسی ندارم من نه واسه الان فیلمم بذار دیگه من الان بذارم؟ اونو گفتم دیگه آره حالا هیچی نمیتونی جز اون بگی؟ نه الان بذار باید کیکش همون تک بیانیه رو دادی؟ آره. دیگه نمیتونی چیزی اضافه کنی سخته راست میگی آقا نیما شما چی نظرتون راجع به مادر ملی؟ من بهترین مامان دنیاه آفرین به تو پسر بهترین مامان دنیا عموی سی شما نظرتون راجع به همسر ملی چیه؟ این شوهر دنیا رو بهترین شوهر بیا مامان آره به به امیدواریم که سالهای بیشمار کنار همدیگه با عزیزان سالهای هر سال بهتر از امسال آره. اگرچه که امروز کمیم ولی کیفیت ما بسیار بالاست آفرین چون نمک و فلفل تمام احساس ما پر از اونایی هستن که کنار ما نیستن بیانیت همونجا سالی این همه باز چیز باز بود. آره دیگه این خب میاد. میخوای دوباره بگی نه دیگه ولم باش بفرمایید و عمو سی جای رسا جون خالیه واقعا جای با این کارون کارون مگه چای میخورد رسا چای میخورد رسا چای میخورد بله رسا چای میخورد رسا خیلی جاش خالیه خیلی میامد این نگاه میکرد اینجوری میکرد و میرفت یه جیجور میزد آره وفا هم که دیگه نگو دیگه وفا نگو خوابه عمویسی خوابه نه زود انگور هنوز من عاشق انگورم یعنی میوه من انگوره واقعا ولی زود این انگور کی بود دستی خریده بود نه چیز میشه دیگه اینا دانه میشه میریزم خب ما دیگه میخوایم کم کم بریم خیلی زوده مسافر دیگه مسافران واقعا شما چه نگران دانشینی زنگ داده بود بگیم یه خود
جونم سال خوبی داشته باشی. مرسی عید خوبی داشته باشید سال عید تولد شما هر سال خوب قربون با شما عویسی، خداحافظ. نیما جون مرسی. صابخونه‌ها بیان با صابخونه‌ها ایشالله ایشالله ایشالله. قربون شما. خب ویدیو ما دیگه اینجا تموم شد و یه بارون ریزی هم شروع شده. ساعت تقریبا 5:06 غروبه. ما داریم برمیگردیم سمت پایین. بوس بوس. نیما بای بای کن. من دستم وسیله است، تو به جا من بای بای کن. خداحافظ.